سلام، فرناز حیدری هستم از شرکت متفکران طب معین. امروز میخوام صفحه ورکستیشن آموزشی آرتروسکوپی شانه و زانو رو معرفی کنم. این صفحه قسمت مینیسک و تیبیا رو داره، قسمت کارگزاری آنکور، گلونویدها و روتیتور کاف داره. در این قسمت جراح میتونه گره های مربوط به آرتروسکوپی رو انجام بده. یک متریال مشابه برای کار اسکورپیون رو داریم. جراح میتونه دوخت مینیسک ها رو روی این مینیسک ها تمرین بکنه. در شروع کار با صفحه شیشه‌ای جراح‌ها کار آرتروسکوپی رو تمرین میکنن. بعد از تمرین‌های مداوم مرحله جدیدی رو داریم که جراح میتونه با قرار دادن صفحه قرمز رنگ بدون دیدن اقلام زیر صفحه آرتروسکوپی رو انجام بده. این صفحه یه وسیله شخصیه برای رزیدنت‌ها و جراحایی که میخوان کار آرتروسکوپی رو تمرین بکنن. سلام، فرناز حیدری هستم از شرکت متفکران طب معین. امروز میخوام صفحه ورکستیشن آموزشی آرتروسکوپی شانه و زانو رو معرفی کنم. این صفحه قسمت مینیسک و تیبیا رو داره، قسمت کارگزاری آنکور، گلونویدها و روتیتور کاف داره. در این قسمت جراح میتونه گره های مربوط به آرتروسکوپی رو انجام بده. یک متریال مشابه برای کار اسکورپیون رو داریم. جراح میتونه دوخت مینیسک ها رو روی این مینیسک ها تمرین بکنه. در شروع کار با صفحه شیشه‌ای جراح‌ها کار آرتروسکوپی رو تمرین میکنن. بعد از تمرین‌های مداوم مرحله جدیدی رو داریم که جراح میتونه با قرار دادن صفحه قرمز رنگ بدون دیدن اقلام زیر صفحه آرتروسکوپی رو انجام بده. این صفحه یه وسیله شخصیه برای رزیدنت‌ها و جراحایی که میخوان کار آرتروسکوپی رو تمرین بکنن.